همراهای عزیز تولباک، سلام، من نیکا هستم و خوش اومدین به چنل من. دوست کنم امروز میخوام یه گلدون خیلی راحت و مینیمال رو بهتون آموزش بدم که این روزا خیلی ترند شده. همونطور که توی تصویر دیدید طرح مورد نظر رو روی کارتون میکشیم و با کاتر بارش میدیم. شما میتونین هر طرحی که مد نظرتون هست رو اجرا بکنین. من طرح مینیمال گلدون مدل اسکاندیناوی رو در نظر گرفتم که این روزا خیلی ترند شده. دو تا طرح از یه قالب من در آوردم. جلوتر بهتون میگم که چطور میتونین از طرح دوم استفاده کنین، اما کاملا اختیاریه و میتونین مثل من از یه طرح استفاده کنین. برای حجم کارم به ارتفاع 6 سانتی متر دور قالب و برش زدم و کارتونم رو رول کردم که بتونم دور سطح کارم راحت بپیچم. ابتدا با چسب آبکی دور تا دور کار رو میچسبونم. چسب کارتون یا چسب کاغذی دور تا دور کار درزشون میپوشونم. حالا مقدار گچ ساختمونی رو با آب رقیق میکنم و هم میزنم تا به شکل خمیر در بیاد و درون قالبم رو کامل پر میکنم. قسمتی که قرار شاخه گل قرار بگیره رو با یک کارتون مجزا پوشش دادم که راه عبور گلدون بسته نشه. به صورت مساوی تمام گچ ها رو درون قالب پر میکنیم. گچ و آب که مقدار غلیظی و رقیقیش دست خودتونه، اما معمولا وقتی کمتر آب میریزین گچتون زودتر خشک میشه و البته به دمای محیطتون و اینکه محیط رطوبت خیس یا خشکی زندگی میکنید هم بستگی داره. خب این دور اول گچکاریمون بود که تمام شد. وقتی که گچکاری تموم شد بعد از 24 ساعت برای من کاملا خشک شد. حالا من کارتونای دورش رو کامل باز میکنم و شروع میکنم به سنباده زدن که قسمت‌های ناهموارش صاف بشه و ایرادای کارم در بیاد که بتونم مرحله دوم گچکاری رو به خوبی انجام بدم. هنگام سنباده زدن بعد فشار دستمون به صورت یک نواخت باشه و در جهتایی که خود قالب بوده و از اینکه زیادی فشار بدین گچ رو اجتناب کنید چون که باعث ترک خوردنش میشه. بعد از سنباده کشیدن کامل نوبت گچکاری نهایی میشه که با استفاده از اون کاغذی که جلوی راه گلمون رو میخواستیم بگیریم من دوباره گذاشتمش که راه گل باز باشه. دوباره مخلوط گچ و آبو میزنم. این سری با صورت یه ذره غلیظ‌تر روی تمام سطح کارم میپوشونم. سنباده نهایی که پایان کارمون هست. محتوایی که برای باز گذاشتن راه گل گذاشتم و در میارم و شروع میکنم به سنباده زدن. میتونین از اسپری رنگ استفاده بکنین یا مثل من از روغن پولیش استفاده بکنین. دور تا دور کارم با کناف پوشوندم و پایان کارمون. تا اینجا ویدیو با من بودی و از این دسته از ویدیو خوشت میاد کانال من سابسکرایب کن که کلی از این ویدیوها برات دارم.
سوراخ‌ها و منافذی که روی کار افتاده نشونه نشرات بودن و دستساز بودن کاری که من خیلی دوستش دارم. و پایان کارمون که امیدوارم خوشتون اومده باشه و از این ویدیو لذت برده باشین. به زودی میبینمتون.